امروز در دوحه پایتخت قطر نشست دو روزه سازمان ملل متحد به حضور طالبان حاکمان اعتراف نشده افغانستان به انجام می‌رسد. در این نشست راه‌های تشویق طالبان به همکاری با جامعه جهانی ارزیابی شده، بر پایه آن خریطه راه برای بیرون کشیدن افغانستان از انزوای بین المللی تهیه خواهد شد. همکارم صفی الله ستونگزی از بخش افغانستانی رادیو آزادی این موضوع را پیگیری کرده است. پیش از برنامه از او درباره این نشست تفصیلات پرسیدیم. نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در حال برگزاری است. این نشست روی رایزنی یا بحث در مورد افزایش تعامل منسجم و هماهنگ با افغانستان به رهبری حکومت طالبان هست و در مورد سه موضوع مشخص اشتراک کننده ها بحث و گفتگو می کنند که از جمله راه‌های پاسخ به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه، چگونگی تعامل با افغانستان به رهبری حکومت طالبان و همچنان راهکار یا پالیسی سیاسی برای افغانستان که همانا گزینش یک نماینده یا فرستادی ویژه خواهد بود. در این سه مورد مشخص در این جلسه بحث میشه. حدود 28 کشور و سازمان در این جلسه شرکت دارند بدون حضور طالبان. صرف نظر از اشتراک سازمان‌های بین المللی و کشورهای مختلف عالم، طالبان از شرکت در این نشست خودداری کردند. از صفی الله ستونگزی پرسیدم که به حضور طالبان این نشست چی تأثیری خواهد داشت؟ عدم اشتراک طالبان در این جلسه خب در اول آژندای این جلسه و همچنان مجالسی که در نظر گرفته شده بود را غیر منظم کرد یا سردرگمی را به وجود آورد و در ضمن با یکی از شرکت کننده های این جلسه خانم محبوبه سراج که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان اشتراک کرده بودند ما صحبت کردیم. اونها اظهار تأسف کردند که طالبان در این جلسه حضور نیافتند و گفتند که یگانه چانس و فرصتی بود که ما می توانستیم در حضور نماینده های جامعه بین المللی و ملل متحد با طالبان رو در رو بنشینیم و از حقوق و مسائلی که مربوط زنان و حقوق بشر در افغانستان است با طالبان صحبت بکنیم و صدای خود را بلند بکنیم. سپس از همکارمان در بخش افغانستانی پرسیدم که خودی طالبان درباره شرکت نکردنشون در نشست دوحه چی گفتند؟ حکومت طالبان گفته که به خاطر اینکه به عنوان طرف اصلی در این جلسه به اونا دعوت داده نشدند یا گویا به عنوان طرف اصلی از افغانستان اشتراک نکردند، بنابراین اونها اشتراک خود را مثمر نمیدانند و تلویحاً از اشتراک در این جلسه ابا ورزیدند و حضور ندارند در این جلسه. همچنان طالبان با تعیین یک فرستادی ویژه بر افغانستان مخالفت داشتند از اول تا کنون و گفتند که در کنار دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان دیگر نیاز به فرستادن یک نماینده ویژه به افغانستان نیست. این عوامل باعث شده که حکومت طالبان در این جلسه شرکت نکند. تشکر. همکارم صفی الله ستونگزی از بخش افغانستانی رادیو آزادی بود که درباره نشست دوحه بدون طالبان صحبت میکرد.